با درود مجدد خدمت همزبانان عزیزم در کشور عزیز تاجیکستان. همونطور که ملاحظه میکنید این یک باغ 11 ساله است که درختانش به بار نشستن. بسیار پربار است درختان. این را نیز برای مقایسه با درختان 7 ساله برایتان فرستادم تا ببینید چقدر فرق میکند. درختان پسته سال به سال بزرگتر میشوند و بار بیشتری میدهند. اینها که درختان 11 ساله هستند، هر درخت احتمال این که 15 کیلو تا 20 کیلو بار پسته داشته باشد هست. پس ناامید نباشید، حتما اقدام به کاشت این درختان مثمر بکنید و بسیار سود خواهید برد. بازم تاکید میکنم با جناب اسکندر در تماس باشید، از ایشان مشاوره بگیرید. ایشان بسیار انسان دانشمند و خردمندی هستند و در این زمینه بسیار کارکشته هستند. حتما مشاوره بگیرید و اقدام به کاشت این درختان بنمایید. با آرزوی کامیابی و پیروزی برای شما همزبانان عزیزم در کشور عزیز تاجیکستان. خدا نگهدارتان.